Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. This time Baran Rahmat, by help of Almighty Allah, provided 40 food packages to the 40 widowed women who have orphans. We have received this donation from Germany, Horm City, Abdurrahman Masjid. And the total cost of this donation was 450 euro. I would like to thank Osama and Anas for collecting this donation. May Allah subhanahu wa ta'ala rewards you accordingly. Also, I would like to thank those people who have contributed in these donations. May Allah subhanahu wa ta'ala rewards you all accordingly. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. بیفشان قطره اشک که من هستم خریدارش، بیاور قطره اخلاص و دریا کردنش با من. به من گو حاجت خود را اجابت می کنم، آنی طلب کن آنچه می خواهی مهیا کردنش با من. بیا قبل از وقوع مرگ روشن کن حسابت را، بیاور نیک و بد را جمع منها کردنش با من. چو خوردی روزی امروز ما را شکر نعمت کن، غم فردا مخور هرگز که فردا خوردنت با من. الله اکبر الله الله اکبر الله الله اکبر الله الله اکبر الله. به قرآن آیه رحمت فراوان است ای انسان. السلام علیکم و رحمت الله. دوستان گرامی، امیدوارم که ماه مبارک رمضان را با خیر و خوبی سپری کنید. قسمی که شما در جریان هستید بنیاد خیریه باران رحمت در 13 روز ماه مبارک رمضان برای آن عید از فامیل‌هایی که واقعا ضرورت دارند افطاری تیار می‌کردن، دوستان تقاضا کردند که ما برای خانم‌ها افطاری در نظر بگیریم. این شرایط نسبتاً مشکلاتی که بود ما نتونستیم که در نظر بگیریم افطاری برای خانم‌ها. به او خاطر ما فعلا تعداد 40 بسته از مواد خوراکی را برای آن از خانم‌هایی که در یکی از مدرسه‌ها تدریس می‌کنند در نظر گرفتیم. و در این بسته هایی که شما مشاهده میکنید مواد خوراکی موجود است که شامل روغن است، برنج است، بوره است، لوبیا است، مربا است، قیماق است، مایع ظرفشویی است و نمک است. میدانید که برای آن از فامیل‌ها مستمند کافیان نیست که باز هم انشاءالله در این شرایط مردم خیلی ضرورت داره از یا میتونن استفاده کنند. بازم تشکر از کسایی که ما را پل ارتباطی ساختند تا بتوانیم برای آن از فامیل‌هایی که مستمند هستند خدمت کنیم. و تقاضا شما همین میگردد که کوشش کنین بیشتر و بیشتر کمکتان ادامه بدین تا مردم افغانستان واقعا در شرایط بد قرار دارند و ما بتانیم برشان از طریق شما کمک کنیم. السلام علیکم و رحمت الله. دلت را خانه ما
کن مصفا کردنش با من، به ما درد دل افشا کن مداوا کردنش با من. اگر گم کرده ای دل کلید استجابت را، بیا یک لحظه با ما باش پیدا کردنش با من. بیفشان قطره اشک که من هستم خریدارش، بیاور قطره اخلاص و دریا کردنش با من. به من گو حاجت خود را